بیننده های عزیز، بخش تاجیکی رادیوی آزادی کتابی نوی را با نام 4 ضرب بلوچستان در شهر پراگ مرکز جمهوری چخیا نشر کرد. آن را همکاری ما کیومرث عطا ترتیب داده است و پیش از برنامه از او پرسیدیم که محتوای کتاب را به بینندگان شرح دهد. تشکر فرزان و سلام به تماشابینان عزیز. 4 ضرب بلوچستان این کتابی است که حالا در دست من میبینید. این از 400 صفحه عبارت است و نوشته های 4 مؤلف را در بر میگیرد. مؤلفان باید یادرس کنیم که دانشمند سرشناس اکبری ترسون، سیاستشناس عبدالله رهنما و روزنامه‌نگاران رجب میرزا و زیوربانو رؤوفی هستند. نوشته های آنها در دوام سالهای 2006 و 2023 در سامانه رادیوی آزادی نشر شدند. ما همه آن را در یک کتاب گرد آوردیم، چون اول اینکه محتوایشان کهنه شونده نیست و دوم اینکه در مدتی که این بلاک ها نشر شدند سامانه ما بسیار وقت در تاجیکستان و کشورهای دیگر دست نارس بود. و سوم اینکه ما همه این را در یک جا جمع کردیم تا اینکه پراکنده نباشند و در آینده همچون منبع یا که تصویر زمان ما خدمت کنند. باید گویم که درد محلگرایی، نگاه به 3 دهه استقلال تاجیکستان، کمبود مقامات تاجیکستان و برخوردشان با مشکلات مردم، حقوق زنها، تهدیدها به ثبات و امنیت کشور از موضوعهای اساسی این نوشته ها است. مؤلفان همونطور که میبینید نماینده نسل‌های گوناگون هستند و هر کدام سبک و نگاه خود را دارند، اما در عموم همه آنها به یک سوال پاسخ می‌جویند که تاجیکستان حالا در کجای تاریخ خود است و به کدام سمت راه پیش گرفته است. همین. البته بعد این خبر بسیاری ها خواهند نوشت و یا خواهند پرسید که این کتاب را چگونه و از کجا باید دسترس کنند. با آنها چی میگویید؟ همونطور که اشاره کردیم کتاب را یک نشریات در جمهوری چخیا چاپ کرده است. راستی گپ بسیار می‌خواستیم که آن را در تاجیکستان نشر کنیم و به همه هواداران و دوستان به پول تقسیم کنیم، اما به سبب آنکه در گذشته چاپخانه‌های کشور از نشر کتابی راه دشوار صلح خودداری کرده بودند، آن را ناچار در پراگ به تاب رساندیم. کتاب راه دشوار صلح که مصاحبه‌های امام علی رحمان و سید عبدالله نوری و حاجی اکبر تورجانزاده و دیگران را در بر می‌گرفت، سال پیش از این آماده و نشر شد. حالا که 4 ضرب بلوچستان در پراگ نشر شده است، امکانی به همه فرستادن آن وجود ندارد، ولی ما به زودی وریانت الکترونی آن را در سامانه رادیوی آزادی به همه دست میگذاریم و در آنجا به همه دسترس خواهد شد. همچنین کاربران توسط صفحه های رادیوی آزادی در شبکه‌های اجتماعی به ما مراجعت کنند و ما حتما برایشان میفرستیم. تشکر. همکارم کیومرث عطا از پراگ با ما درباره کتاب تازه نشر 4 ضرب بلوچستان صحبت میکرد.